با مقصد اجرای این بند پیام پیشوای ملت به مجلس عالی مملکت با دستگیری وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان مقدار 20 دانه مواد سوخت انگشتنگ برای بیمارخانه روحی ناحیه راشقلعه کمک کرده شد. گفتنی است بیمارخانه ولایتی بیماری‌های روحی ناحیه راشقلعه با مساعدت و کمک بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بنیاد گردیده 12 سپتامبر سال 2018 با اشتراک بی‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار گرفته است. برای پس سر نمودن تیرماه و زمستان سالهای 2020-2021 مقدار ضروری مواد سوزشواری ذخیره گردیده، علاوه با دستگیری وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان 20 تن مواد سوخت انگشتنگ به این مؤسسه طبابتی آورده شد. دستگیری اولیای نیازمند، شخصان معیوب، یتیمان یک طرفه و یتیمان کل بوسط در زیر نظارت پیشوای ملت قرار دارند و مسئوله به چنین اشخاص نیازمند اولای کم بضاعت یعنی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان از طرف شخصان سخاوت پیشه دستگیری کرده می شوند. البته یکی از معیوبان و یکی از اشخاص نیازمندی که به کمک بی‌واسطه در جامعه نیاز کلی دارند اینا اون نفرانی با کسلی بیماری روحی گرفتارند. بیمارخانه از دوره تیرماه زمستان یعنی گذراندن البته با تمام مواد سوخت و سوز و دیگر موادی که برای زمستان گذران ضروری تامین کرده شد قبلا. او در زمان بی‌واسطه با سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان و جانبداری وزیر انرژتیک و ذخیره آب جمهوری تاجیکستان گرچند که اکنون با زمستان در شرایط کوهستان طولانی است باز با مقدار 20 تانه انگشت یعنی مواد سوخت و سوز به این بیمارخانه دسترس کردید. من از نام خودم و از نام مقامات اجرایی محلی حاکم دولتی ناحیه راشقلعه منتداری خود را به پیشوای ملت میرسانم. گفتنی است به جهت طولانی بودن فصل زمستان که در بعضی موردها تا قریب 6 ماه ادامه می‌کند، این مؤسسه طبابتی نوبنیاد برای نگاه داشتن گرمی اساساً از دیگخانه بوغی استفاده می‌نماید. تمام اتاق‌های مریضان و کارمندان بیمارخانه مذکور از توسط بخارهای بوغی گرم کرده می‌شوند. دسترس نمودن مواد سوخت انگشت‌سنگ باعث خرسندی کارمندان مؤسسه گردیده است. بیمارخانه ولایتی روحی در ناحیه راشقلعه جماعت دیوت میرسید میشکر دهه برجنگال واقع بوده. همزمان در بیمارخانه 60 بیمار طبابت گرفته ایستاده اند. بیمارخانه ولایتی با دستگیری بی‌واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان به دوره سال 2020-2021 99 تن انگشت ذخیره کرده شده است و اینچنین با حکومت مملکت و دستگیری شرکت پامیر انرژی انگشت وارد کرده شد و من منتداری خود را از نام ماموریت بیمارخانه و تمام کارمندان مرکز سلامت روحی با شرکت پامیر انرژی و وزیر انرژتیک میرسانیم. مؤسسه دولتی بیمارخانه ولایتی روحی عین حال به معالجه 60 نفر گرفتاران بیماری‌های روحی مشغول بوده و گفته طبیبان در این مؤسسه طبابتی اکثر وقت مریضان تا 5-6 ماه به طبابت فرا گرفته میشوند. لازم به یادآوری است که در حاشیه تجلیل جشن 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ناحیه راشقلعه به وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان وابسته گردیده توسط دستگیری های پیوسته وزارت انفراستراکچور ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی به خصوص ساحه‌های ورزش و معارف و تندرستی در این ناحیه رو به بهبودی نهاده است.